دوم، در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند، قد راهی که مردم گذر است، اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند، این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند، اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبر خدا دل شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی، باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبراین در قد راه نشینین، لیکن اگر نمیبراین قد راه را ترک کنین که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد، ننشینین در قد راه. یکم، وقتی در قد راه می نشینین امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دوم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون بسته کنین. چشمهاتون بسته کنین که یعنی مردم غیبت نکنین. مردم هایی که به پیش شما میگذرند به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنین. و رد السلام، 4م حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این 4 حق را اگر براید، مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این 4 عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینید که گناهگار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند یکی از این 4 ادا کردن میتونن. کدام اونها امر معروف میکنن، کدام اونها نهی منکر میکنن. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشدام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود ندارد. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان، همون زنها، اصلا زنها قد راه بسیار می نشینند. میبینید توده مرد زنها، 3 کس 4 کس، گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است، با پیشش 10 مرد میگذرد، باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اونقدر دلاوری نمیشود که همون قد راه در کجا میشینی، در خانه در فرزند تربیه کن، آخه یک کاری خانه را انجام بده، قد راه کجا جای نشستی تو است. آخه السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زنی خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکه 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زنی خدا ترس است، چگونه زنی خداجو است که 6 ماه
از طلاق کردن شوهرش گذشت، باری هم مراجعت نکرده است. اگر این زنی خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زنی خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد اگر حیات حلال و پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع می شود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع می شود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاقت واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرق نوش اصلاح شود یک قرن میکرد، خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمیامد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعی همین انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6:15 اگر خواند بسیار نیک می شود. در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم و 5 سحر در بامداد خانم، اون نماز نمی شود. نماز از صبح دمیدن صبح می شود. صبح که دمید الکه نماز بامداد خانم جایز می شود. اقلا 6:15 خواند انشاءالله نیک می شود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمی ماند. یا 6:10 اقلا خواند. اگرچه الحال در 6 هم صبح می دمد، در همون کلندرهایی که داریم در 6 الکه نشان می دهد که صبح می دمد، لیکن بهترش همون 6:10 6:15 باز بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتری واجبش را خواب کنی ساعت 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی، 4 شب میخیزی، نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است، تا صبح دمیدن، تا ساعت 6 گویم، تا ساعت 5:30 گویم اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود. و اگر شما خفتن هم که خوانین 4 رکعت فرض خفتن خوانین، 2 رکعت سنت شم خوانین، خواب کنین، ویتر واجبش ساعت 4 5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهتر است. دویم آدمانی که از عائلهشون یگان نفرشون وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبال دارد. البته اوبال است، نمانیم. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون شما فقط اگر اخبارش گوش کردن ده، برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است.
السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کاژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت چم که دهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الکه طاهر می شود، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمی شود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. حاجی را با حرف آ نمی نویسند، آجی نمی شود، حقیقتی می شود حاجی. جوانای ما همین قدر قریب به سواد ماندن که حتی که آجی را از حاجی فرق نمی کنند. با سوال ما جواب بگردم. من بعضی حسن خطها را می بینم، صنف 10 هست، صنف 9 هست، باور که آدم غمگین می شود. ما این قدر تأکید میکنیم که شما در مکتب ها اعلاچی باشین، خوشخوان باشین. با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعدی زنا کردن پشیمان می شود، پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهر من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چخیل تصور میکنم. همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشان بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها، اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنن چخیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود، لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم، وای جنوب است، او هیچگاه آب وای پاک نمی کند. وای اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وای پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند، بدن وی از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وی حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله که میکند وی در حالت جنابت است. السلام علیکم داملای محترم، میخواهم که با این سوال من جواب گویید. یک پای من اینوالید است، پیش در آمدن من درست است یا نه؟ درست است. اگر بغیر این یگان عالمی بهتر نباشد، یعنی اگر در یک عالمی هست که مثال پایش درد میکند یا پایش نیست، یک پای دارد، این گونه اگر امام ها باشن لیکن عالم باشن، اونا با طریق اولا پیش می درآید. لیکن اگر در برابرشون یگان عالم دیگر وجود داشته باشد که وی درست باشد، سالم باشد، بهترین صورت شامل است که وی از پس این امام نیت کند. یعنی همون امامی که پای درمند دارد، پای مثال رکوع کننده ندارد یا پای ندارد، وی قفا ایستد و این عالم پیش درآورد، این بهترین صورتش. لیکن نباشد، مرحمت و پیش درآید، نماز شما درست میشه.
نمازتان درست می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند پیش در آمدنشان درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که در آید نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امام ها مسئول هستند. این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود. اگر از اون دبا بهتر باشد، خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش در آید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم، آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده می کنم که در محله ما شام می گذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پرره جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر می گویم داملای عزیز، با احترام یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موسفیدهای بغیرت باشد، یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راست شود، و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کار نادرست میبینید، و همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دست هاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درو بگو، یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگه اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما هم قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز از طرف خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری، رو نماز تخوان، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، که این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درارید. برای همین در کدام محله هست، اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه موسفیدهای بغیرت باشد، بسیارتر این کار موسفیدهاست. موسفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند، که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپی دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق، کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد، یا کسی که مثال نامگیر می کند خود شوی فاسق است. همان گروهی که این گناه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند،
اینا از گروه فاسقان به حساب می روند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند. فقط تا بیگاه فقط چه گپشون هم کار و بار همه همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آنکه اونها سخنهای بیهوده نگویند این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند، دائم امر معروف و نهی منکر دائم برقرار و بر دوام نگه دارد.